سلام به همه دوستان عزیز. من از کانال هلدیفای هستم و امروز قصد دارم در مورد یک موضوع جالب و هیجان انگیز با شما صحبت کنم. آیا شما از اون دست افرادی هستید که دوست دارید فیلم‌های ترسناک تماشا کنید؟ آیا تا به حال فکر کردید که چرا از ترس خود لذت می‌بریم و چه چیزی باعث میشه برخی از ما فیلم‌های ترسناک رو دوست داشته باشیم و برخی دیگر دوست نداشته باشیم؟ در این ویدیو قصد دارم رازهای روانشناسی و علوم اعصاب در پشت فیلم‌های ترسناک رو برای شما بازگو کنم و اینکه چگونه این فیلم‌ها کدامین هورمون‌ها را در بدن ما تحریک می‌کنند و چه تأثیرات مثبت و منفی روی روان ما می‌گذارند. پس با من همراه باشید. فیلم‌های ترسناک ژانری از سینما هستند که با استفاده از عناصر مختلف سینمایی حس ترس و وحشت را در بیننده ایجاد می‌کنند. این فیلم‌ها معمولاً از صدا، نور، تصویر، موسیقی، دکور، گیری، جلوه‌های ویژه و البته داستان استفاده می‌کنند. آنها سعی می‌کنند بیننده را در فضای فیلم دخیل کنند و حس خطر و تهدید را به او منتقل کنند. برخی از فیلم‌های ترسناک بر اساس داستان‌های واقعی و برخی از آنها بر اساس فانتزی، تخیلی، ماورای طبیعی، جادویی و یا تاریخی ساخته شده‌اند. اما سوال اینجاست که چرا برخی از ما دوست داریم فیلم‌های ترسناک تماشا کنیم؟ پاسخ به این سوال نه تنها به علاقه فرد و ژانر فیلم بستگی دارد، بلکه به عوامل روانی و عصب شناسی نیز بستگی دارد. برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، تماشای یک فیلم ترسناک می‌تواند برای برخی از افراد یک تجربه لذت بخش و مثبت باشد، زیرا این فیلم‌ها باعث ترشح هورمون‌هایی مانند آدرنالین، دوپامین، سرتونین و اندورفین در بدن ما می‌شوند که به ترتیب باعث ایجاد حس هیجان، شادی، آرامش و کاهش درد می‌شوند. به عبارت دیگر، تماشای فیلم‌های ترسناک می‌تواند راهی برای فرار از واقعیت و رسیدن به حالت شادی و آزادی باشد. آدرنالین آدرنالین هورمونی است که در مواقع استرس یا خطر ترشح می‌شود و باعث می‌شود قلب تندتر بزند، فشار خون بالا برود، مایچه‌ها منقبض شوند و حساسیت به درد کاهش یابد. دوپامین هورمونی است که در هنگام لذت یا پاداش ترشح می‌شود و حافظه، یادگیری، خلاقیت، تمرکز و رضایت را افزایش می‌دهد. این هورمون به ما احساس شادی می‌دهد. سروتونین هورمونی است که در هنگام استراحت یا خواب ترشح می‌شود و خلق و خو، خواب، اشتها، دمای بدن و تعادل را تنظیم می‌کند. این هورمون به ما احساس آرامش و کاهش استرس می‌دهد. اندورفین هورمونی است که هنگام فعالیت بدنی، خنده یا عشق ترشح می‌شود و باعث کاهش درد بدن و افزایش حس لذت و شیرینی می‌شود. این هورمون به ما احساس رضایت و راحتی می‌دهد. اما این تجربه برای همه یکسان نیست و به شخصیت، سلیقه، تجربیات و انتظارات هر فرد بستگی دارد. برخی از افراد به دنبال چالش‌ها و ماجراجویی هستند و دوست دارند خود را در موقعیت‌های خطرناک قرار دهند و با ترس‌های خود روبرو شوند. برخی دیگر به دنبال سرگرمی هستند و دوست دارند با تماشای صحنه‌های خشن یا کمدی در فیلم‌های ترسناک خود را تسکین دهند. برخی از شما به دنبال یادگیری و درک چیزهای جدید هستید و دوست دارید با دیدن فیلم‌های ترسناک مبتنی بر علم، فلسفه، روانشناسی یا جامعه شناسی اطلاعات خود را افزایش دهید. اما تماشای فیلم‌های ترسناک نه تنها فوایدی دارد، بلکه ممکن است برای برخی از افراد اثرات منفی نیز داشته باشد. برخی از افراد حساس، ضعیف، مضطرب و یا پرخاشگر ممکن است تحت تاثیر منفی تماشای فیلم‌های ترسناک قرار بگیرند و در نتیجه احساس استرس، اضطراب، پریشانی، کابوس، روانپریشی، خودکشی و یا پرخاشگری کنند. به همین دلیل پزشکان و روانشناسان
معمولاً این فیلم ها را به افراد زیر 13 سال، زنان باردار و مبتلایان به بیماری های قلبی توصیه نمی کنند. بنابراین قبل از تماشای هر فیلم ترسناک باید به چند نکته توجه کنید. اول، از ترس و سطح تحمل خود آگاه باشید و فیلم هایی را انتخاب کنید که با شخصیت و سلیقه شما مطابقت دارد. دوم، فیلم های ترسناک را در شرایط مناسب تماشا کنید. بهتر است فیلم های ترسناک را در طول روز و با نور کافی، با صدای مناسب، با دوستان یا خانواده و با فاصله مناسب از صفحه تلویزیون تماشا کنید. از تماشای فیلم های ترسناک به عنوان نوعی درمان یا روان درمانی استفاده نکنید. اگر مشکلات روحی یا عصبی دارید، بهتر است با پزشک یا روانشناس مشورت کنید و از فیلم های ترسناک خودداری کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر سوال یا نظری دارید در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید. همچنین اگر میخواهید در مورد موضوعات دیگر صحبت کنید، پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید. لطفاً کانال ما رو دنبال کنید و ویدیو ما رو لایک و اشتراک بگذارید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.